مرکز تشخیصی بیتوری شهر ترسونزاده دارای 5 شعبه‌های باکتریولوژی، انگلی، ظرف‌سنجی، زهرکیمیایی و بی‌خطری خوراکی عبارت بوده همه نمودهای تشخیص‌های بیتوری را سریع و با صفت بلند به انجام می‌رساند. در موافقت با خدمات نظارت دولتی بیتوری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی، ستانسیه مبارزه علیه بیماری‌های حیوانات، آموزش‌های تکمیل اختصاص متخصصان آزمایشگاه‌های تشخیص بیتوری و بهداشتی بازارهای جمهوری اوید به امنیت آذوقه را گذرانده است. در دوام 6 ماه پیشگشته 147 عدد اتستاسیای شرایط استحصالی در کارخانه‌های کارکرد محصولات شیری و گوشتی داده شده است که و اتستاسیای بیتوری شرایط استحصالی یعنی با طلبات‌های زمانوی با طلبات‌های حاضر جوابگو بودن کشتارخانه‌ها و طلبات جوابگو بودن قصابخانه‌ها از روی این کمیسیه کاری تشکیل شده است که کمیسیه کاری زیاده از 5 نفر رهبر کمیسیه کاری، رهبر گروه کاری است، اعضایان گروه کاری است و هر یک قصابخانه و هر یک کشتارخانه رفته نظارت میکنن، شرایطشون رو میبینن. اگر شرایط‌های قصابخانه و کشتارخانه با طلبات ها جوابگو باشد در اساسی قانون‌های عمل کننده آنها با وی اجازتنامه یعنی اتستاسیای شرایط استحصالی میدهند. همچنین نظارت بیتوری در سرحد دولتی و نقلیات خدمات نظارت دولتی بیتوری بازار مرکزی شهر ترسونزاده با جلب عالمان و متخصصان امنیت آذوقه جمهوری با موفقیت گذرانده شده است. مرکز تامینات بی‌خطری آذوقه‌واری در شهر ترسونزاده همیشه ما کوشش بر آن داریم که موافق دستور سپارش و موافق از روی پیام پیشوای ملت پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امام علی رحمان کاربری راهبری را کارگزاری کنیم و حرکت میکنیم که دائما برای بی‌خطری آذوقه‌واری شهرمان، برای بی‌خطری آذوقه‌واری در جمهوری سهم خود را بگذاریم، در یک جایگی با یکدیگر حرکت کنیم که محصولات‌های با صفت، محصولات‌های کم صفت، محصولات‌های مهلت استعمالشان از بین گذشته را باید از بازار، از مغازه و بازارها باید نیست کنیم و حرکت کنیم که چقدری که امکانیت داریم، چقدری که باشد حرکت کنیم، کار کنیم، خلق با محصولات‌های تر و تازه، با محصولات اکولوژی تازه تامین کنیم. باید گفت که در یک جایگی با خدمات نظارت دولتی بیتوری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان سمینار علمی و عملی در موضوع بیماری‌های خطرناک زادنوزی، وضع کنونی و دورنما، بی‌خطری محصولات خوراکباری، بهادهی از نگاه بهداشتی و گیگینی، همچنین عاید به بهبودی سطح زندگی و امنیت آذوقه اهالی دهات با واسطه خدمت رسانی با صفت بیتوری در محل‌ها کارهای فرماندهی گذرانده شده است.